سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از همه به شما سلامتی، بردباری و روحی بالیده تمنا داریم. در کجایی که باشید سربلند و موفق باشید. با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نکنید، پادپیسات رو پخش کنید. بیوزن بود که بسیار دختر زیبایی داشت و نرخ مهر او را 500 تنگه مانده بود و جوان بود که در همون قریه به این دختر زیبا دل باخته بود، دلش را برده بود و هرچند که مهنت میکرد و زحمت میکشید همگی 300 تنگه جمع کرده بود و وقتی که پیش پدر میرود شد را میگوید، پدر میگوید که پول را به من ده، همین 300 تنگه را. پسر میگوید آخر 500. میگوید کارت نباشه، از قفای من بیا، انشالله به خداوند تکیه میکنیم. پدر و پسر به خانه بیوزن میروند و وقتی که به خانه میرسند میشینند و با بیوزن میگویند من وقتی که گپ میزنم در بین سخنم ندارو، سخنم را نبر. و میگوید انا این 100 تنگه رو گیر و مهر دخترت که بیوزن در بین میدروید. لیکن گفته که مرد میگوید ما چی شرط مانده بودیم، در بین سخنم ندارو. و در این حالت مرد باز 100 تنگه دیگر برآورده میگوید که انا این مهر خودت. که در این حالت بیوزن یک تبسم کلان کرده میگوید از برای الله مبارکمان باد به هر دویمان. و وقتی که زن رو میپرسند که همسایه ها به چی خاطر راضی شدی 500 تنگه مهر دخترت بود، میگوید که نرخ چکنه از یک لخت فرق دارد. و پسر به پدر میگوید 100 تنگه باقی، که پدر میگوید به 100 تنگه باقی ما مادرت را راضی میکنیم. برادران عزیز، عاقلی و دانایی، زیرکی سیاسی انسانیت بینید که به چی برده میرساند. میگویند هرچند سکندر زمانی به پیر مرو که در بمانی. برو از تجربه روزگار بهره بگیر که بهر حوادث به کار آیدت. در پناه الله باشید. لایک رو فراموش نکنید. فکر و عقیده و ملاحظه خود را در پایان نوار نویسید. کانال را دستگیری کنید. پناهتان به خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.